جلسه 15 از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. در این جلسه موضوع ما به نسبت فضایل حضرت عمر رضی الله عنه در پرتو ارشادات قرآن کریم و احادیث محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. آنچه باعث شد که این مجموعه را با این گونه موضوعات به پیش ببریم ویدیویی بود که در این نزدیکی با قطع برید از یک تماس تلفنی با بنده حقیر و گذاشتن نام مناظره بر اون تماس تلفنی و پناه بر خدا این طور وانمود کردن که من حافظ جلمه یا اهل سنت چنین اعتقادی داشته باشند که در مقابل فرمایشات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما در دین و دیانت و عمل بر احکام اسلامی در مقابل حدیث پیامبرمان پناه بر خداوند متعال قول حضرت عمر رضی الله عنه را پیروی بکنیم که انشاءالله به نسبت این ادعای باطل و جوابان هم انشاءالله خواهیم رسید. اما در این قسمت یعنی مناسب دانستم چون بیشتر حول حوش این شبهه که پناه بر خدا اهل سنت در مقابل احادیث نبی خدا السلام از کدام خلیفه ثانی عمر فاروق رضی الله عنه پیروی بکنند یک شبهه بسیار قدیمی هست که در این فضای مجازی یکی از مطالب سرگردان هم این هست. لذا مناسب دانستم که به نسبت فاروق اعظم رضی الله عنه که به نسبت این شخصیت بزرگوار امت اسلام در قرآن کریم و در احادیث نبی خدا صلی الله علیه وسلم چه چیزی عنوان شده به طور خلاصه یعنی گفتگو و سخنرانی کردن در این مورد را مناسب دانستم. لازمه که ما یعنی اهل سنت در پرتو دلایل قرآنی و حدیثی نسبت به 4 خلیفه امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بعد از نبی خدا السلام به یک شفافیتی برسه تا با کدام مطلب سرگردان در فضای مجازی خودمونو به چپ راست نزنیم و صاف ساده بتونیم در مقابل این گونه یاوه‌گویی ها و اباطیل بتونیم که از حق دفاع بکنیم. دقت بکنید دوستان، در نزد اهل سنت مقام خلفای اربعه جایگاهی آنها در دین اسلام دارند که هیچ شخصی پیامبران که خب جایگاه خاص خودشون دارن هیچ کسی به هر گونه هم عبادت بکنه به پایین ترین درجه نبی هم نخواهد رسید. بس یاران محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و دیگر امتیان آن محمد مصطفی علیه السلام است. دقت بکنید اون مقام منزلی که اهل سنت به نسبت خلفای اربعه صدیق و فاروق و ذوالنورین و کرم الله وجهه قائل هستند رضی الله عنهم کدام اشخاصی غیر از این 4 شخص یعنی کسی اگر بخواد به مقام ایمانی و اخلاقی و از هر نظر به پای این گونه اشخاص 4گانه برسه با هر گونه عبادت و ریاضت و ذکر و صدقه و هر شخصی هر عملی بکنه هرگز به درجه آنها نخواهد رسید و بلکه به نسبت تمام صحابه رضی الله عنهم آن اشخاصی که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را دیدن و به او ایمان آوردن و بدون از ارتداد یا کدام کاری که برخلاف دین و آیین اسلام کرده باشند از دنیا رفته باشند این اشخاص را میگن صحابه. یعنی غیر از صحابه هر شخصی یعنی به درجه بالاترین ولی خدا هم برسه
ولی بودن خدا هم برسه، هرگز یعنی به درجه صحابی، پایین ترین و ادناترین صحابی هم نخواهد رسید. چرا که در قرآن کریم سوره توبه آیه 100 الله متعال خود فرمودن والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الاولون من المهاجرین، اون اشخاصی که از مکه مکرمه به مدینه منوره برای یاری دین اسلام، برای یاری امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، برای یاری محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هجرت کردن. و الانصار، اشخاصی که اهل مدینه بودن و محمد مصطفی علیه السلام یاران او را نصرت کردن. به نسبت این اشخاص در آیه 100 و در خیلی از آیات قرآن الله متعال فرموده که رضی الله عنهم، الله متعال از آنها راضی شده. انسان از کسی میتونه اعلام رضایت بکنه، بگم فلانی را دوست دارم، قبولش دارم، من از اون راضی هستم، اما فردا پس فردا 1 سال 2 سال بعد میتونه بنابر کدام فعل اخلاقی، حالا به هر ترتیبی میتونه از اون ناراضی دوباره بشه. اما الله ذوالجلال مالک الملک خالق هستی وقتی اینجا در قرآن خودش در آیات مختلف و در این آیه 100 سوره توبه وقتی فرمودن رضی الله عنهم، یعنی خدا از اونها راضی شده، اون ذات باری تعالی از آینده هم خبر داره، از حال هم خبر داره، از گذشته هم خبر داره، از مکنونات قلبی بندگان خودش هم خبر داره. لذا وقتی الله متعال در قرآن میگن که من صحابه از مهاجرین و انصار که در رأس آنها خلفای اربعه اهل سنت قرار دارن، یعنی الله متعال از اینا راضیه، چنان رضایتی که هیچ وقت از آنها ناراض نخواهد شد. لذا اینه که یعنی ما اهل سنت و کسی که واقعا پیروی قرآن کریم را میخواد در زندگی خودش پیاده بکنه، هرگز به کدام نقل تاریخی یا به کدام تحقیق تاریخی یا به کدام روایتی در مقابل آیات قرآن نباید به اصحاب کرام رضی الله عنهم کوچکترین تعدی و زبان درازی و بی‌ادبی بکنه که این شخص ایمان خودش را به خطر انداخته. بله، ما صحابه را معصوم نمیدانیم، صحابه رضی الله عنهم را ما معصوم نمیدانیم، اما صحابه رضی الله عنهم را ما محفوظ، یعنی با مسئولیت اعمالی که کردن، بله خطا در آنها بوده، اشتباه در آنها بوده، خطای اجتهادی بوده، تمام صحابه رضی الله عنهم را ما با مسئولیت جنتی میدانیم. تمام صحابه رضی الله عنهم را ما با مسئولیت اعمالی که کردن، خطاهایی که داشتن، چون معصوم نیستن، همه آنها را به شهادت قرآن کریم که الله متعال فرمودن رضی الله عنهم، الله متعال راضی شده، ما همه آنها را با مسئولیت جنتی میدانیم. لذا باید مواظب این مطالب سرگردان در فضای مجازی باید باشیم که مبادا به یعنی تحقیق کدام تاریخدان و به مقوله کدام سخنران و به تحقیق کدام شخص هرگز حق نداریم در مقابل صحابه رضی الله عنهم کوچکترین بی‌ادبی یا اهانتی نسبت به آنها روا بداریم که چنین چیزی، یعنی قرار دادن قرآن یا کدام شخص یا کدام مقوله تاریخی در مقابل قرآن کریم هست و چنین چیزی را هرگز ایمان مسلمان قبول نمیکنه که در مقابل قرآن اقوال دیگر را قبول کنه. حالا به نسبت حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه کتاب‌های بیشماری نوشته شده. یکی از آنها همین کتابی است که دستبند است، سیمای فاروق اعظم رضی الله عنه، بعد تألیف مولا عبدالله احمدیان رحمت الله علیه از علمای کردستان هست. حتما دوستان عزیزان بگیرین همین کتابا رو بخوانین. کتاب دیگر هست اینجا به نام شیخین و سهرین. شیخین همون صدیق و فاروق را میگن، سهرین سهر یعنی دامادین، حضرت عثمان رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه، دو داماد نبی خدا علیه السلام. به نسبت این هم کتاب‌های بسیار مناسبی نوشته شده که لازم هر مسلمان نسبت به این اشخاصی که واقعا
بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الگوی ما در زندگی میتونن باشن، باید که آگاهی کسب بکنه. و یکی از کتابایی که به نسبت حضرت عمر رضی الله عنه نوشته، کتابچه بسیار کوچیکی هست، در فضای مجازی هم پیدا میشه، اسمش از موافقات حضرت عمر رضی الله عنه. موافقات حضرت عمر رضی الله عنه. کسی اگر لازم داره به راحتی در گوگل میتونه سرچ بکنه. کسی هم لازم داره من میتونم از واتساپ تلگرام براش این کتاب رو بفرستم. کتابی است بسیار مختصر، مفید. علما در تحقیق خود در چاپ‌های مختلف با تألیفات مختلف سر این موضوع که الله متعال به نسبت خواسته قلبی حضرت عمر رضی الله عنه بنا به پیشنهاد حضرت عمر رضی الله عنه به نبی خدا علیه السلام، بنا به کدام موردی که حضرت عمر رضی الله عنه تایید کردن، الله متعال آیات قرآن را طبق خواهش و یعنی تمنای قلبی حضرت عمر رضی الله عنه آیات قرآن را نازل کردند که علما چیزی در حدود 20 و اندی 20 بیشتر 20 کمتر اون مواردی که حضرت عمر رضی الله عنه اظهار نظر فرمودند هنوز حکمی نازل نشده بود، نبی خدا چیزی فرمودند، اصحاب دیگر چیزی فرمودند، یا خود حضرت عمر رضی الله عنه اظهار نظری کردن که یا رسول خدا اگر چنین بشه چنان بشه، الله متعال طبق خواسته و نیت قلبی و تقاضای حضرت عمر رضی الله عنه آیات قرآن را در تایید ایشان نازل کردن که یکی از آنها همون داستان یا واقعه معروف اسرای بدر هست که 70 نفر از مشرکین مکه را یعنی اسیر کرده بودند و به نسبت اینکه آیا این اسیران کشته بشن یا اینکه نه از اینا فدیه بگیریم، پولش را در راه تقویت دین اسلام صرف کنیم و اینها برادران و عموها و دایهای ما هستند، اینها را آزاد بکنیم که بلکه اینها هم در آینده مسلمان بشن. سر همین مسئله ما بین نبی خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب مشورت صورت میگیره. 98% صحابه یک طرف، فقط صدیق، فقط فاروق رضی الله عنه و غالبا حضرت ابوذر رضی الله عنه 2 نفر رأیشون بر این قرار میگیره یا رسول خدا هر کسی نزدیکترین شخص خود را که اینا دشمنان خدا و رسول خدا هستن باید بکشه. هر کسی نزدیکترین شخص خودش را در قوم و خویشی، چون که اینا دشمنان خدا و رسول خدا هستن، بگیره همون را بکشه. اما نبی خدا علیه السلام و اکثر صحابه چون که رأیشون بر این قرار میگیره که بله اینا خویشان و فامیلان ما هستن و ما از اینا فدیه بگیریم، پولی بگیریم، اینا را آزاد بکنیم، پولش را هم طرف تقویت دین اسلام بکنیم، نهایتا رأی بر همین قرار میگیره، مشوره بر همین قرار میگیره و همینطور عمل میکنن. اما چنین عمل کردن همان و آیات قرآن در تایید مشوره حضرت عمر رضی الله عنه نازل شدن. آیه سوره انفال آیه 67 الله متعال صاف صادق فرمودن که ما كان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. الله متعال همین را تایید کردن که باید همین را کشته می شدن، اما چون که کار به مشوره بوده الله متعال اینجا عفو میکنن. حالا اینجا کسی چنین حرفی یعنی تو دلش این وسوسه نیاد که پس درجه فاروق اعظم رضی الله عنه از نبی خدا بالاتر، نه خیر. امتی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هر کمالی که در او دیده میشه از اتباع نبی او هست، از متابعت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است. هر کرامتی که دیده میشه، هر الهامی که بندگان خدا طبق قرآن و سنت دیده میشه، همه اینها به اتباع نبی خدا صلی الله علیه وسلم الله متعال آن را در قلبها الهام میکنه. در اینجا یا در خیلی از موارد دیگر هست که نبی خدا صلی الله علیه و اینجا فرمودن که لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه. بله صراحتا فرمودن نبی خدا در خیلی از احادیث مختلف، احادیث با سندهای مختلف و صحیح آمده که نبی خدا فرمودن که لو کان بعدی نبی، اگر بعد از من محمد مصطفی نبی می آمد که پیامبری که قرار بود اگر بیاد که همچین چیزی در کل منتفی است و وجود نداره، لو کان بعدی نبی، اگر بعد از من محمد مصطفی پیامبری اگر قرار بود بیاد لکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه، پس این شخص کسی غیر از حضرت عمر رضی الله عنه نبود. این گفتار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به نسبت جایگاه فاروق اعظم رضی الله عنه است. و در حدیث دیگر
که این حدیث هم در احادیث مختلف از جمله در صحیح مسلم آمده، نبی خدا فرمودن که در قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، نبی خدا فرمودن که در امتهای گذشته در کنار انبیا اشخاصی بودند که الله متعال به آنها الهام حق را میکرده، در قلب آنها القای حق میشد، الهام حق میشد. نبی خدا فرمودن فیکم فی امتی منهم، اگر در امت من احد، یک شخصی اگر قرار بود که به این مقام برسه، فرمودن که فإن عمر بن خطاب منهم، حضرت عمر رضی الله عنه از همون گونه اشخاصی می بودن که الله متعال در قلب آنها الهام حق را می نمودن. لذا دوستان اینه، یعنی نزول آیات قرآن حدود 20 اندی یا کمتر مقام و منزلتی هست برای فاروق اعظم رضی الله عنه که طبق خاصه و تمنای دل و مشوره او آیات قرآن این چنین، یعنی طبق خاص حضرت عمر رضی الله عنه نازل شده. این مقامی هست که دیگر اصحاب جایگاه خودشون را دارن، ولی چنین مقامی خاصه حضرت عمر رضی الله عنه می باشه. بله، حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه دوم مسلمین بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، بعد از صدیق رضی الله عنه، به اجماع مسلمین بدون کوچکترین اختلاف یا دو دستگی یا اینکه یک نفر اختلافی داشته باشه ایشان خلیفه شدن. یعنی در خلافت فاروق اعظم رضی الله عنه یک نفر هم از امت محمد صلی الله علیه وسلم در زمانشون مخالفت به نسبت امیر بودن ایشون برای امت محمد علیه السلام نکرد. و در اوایل اسلام که ایشون چندین سال، یعنی بنابراین صداقتی که داشتن هنوز متوجه حق نبودن، متوجه حقیقت اسلام نشده بودن، کمر همت علیه امت اسلام بسته بودن و با اون صداقت خودشون فقط بحثشون رو همین بود که اینا مکه رو به هم ریختن که الحمدلله و المنه نبی خدا علیه السلام اینجا دعا فرمودن که یا ربی الله اللهم اعز الاسلام، یا ربی الله، این دعای محمد مصطفی علیه السلام است. اللهم اعز الاسلام به عمر بن خطاب، یا الله اسلام را عزت بده به ایمان آوردن عمر بن خطاب یا به ابی جهل هشام یا که به ایمان آوردن ابو جهل. اینجا بود که الله متعال بنابر علم و یعنی واقفیتی که الله متعال بر تمام چیزها دارن، حضرت عمر رضی الله عنه را برای امت اسلام به دعای نبی خدا علیه السلام قبول کردند. و اینجاست که اهل سنت یک نکته را بیان میکنن که بله، حضرت صدیق رضی الله عنه مرید محمد مصطفی علیه السلام بودند، اما حضرت عمر رضی الله عنه مراد الله جل جلاله به نسبت پیشرفت دین اسلام و عزت امت اسلام بودند. آن مرید بود و این یکی مراد، هر کدوم درجه مقام و جایگاه خودش را داره، ولی درجه مراد بودن بالاتر از مرید بودن به نسبت این فضیلت جزئی است. وگرنه مشخص برای اهل سنت اینه که مقام صدیق رضی الله عنه بعد از انبیا برای صدیق رضی الله عنه هست و مقام دوم برای حضرت عمر رضی الله عنه. و در دعای دیگر نبی خدا فرمودن اللهم اید الدین، یا ربی الله دین اسلام را تایید بکن، قوت بده به حضرت عمر رضی الله عنه. اللهم اعز الاسلام، نبی خدا دعا میکنن که یا ربی الله اسلام را عزت بده به عمر بن خطاب، خواسته دین اسلام که خود صاحب عزت است، با پیروان خیلی زیادی هم عزت یافته، اما به حضرت عمر رضی الله عنه خاصتا نبی خدا دعا کردن که الله متعال برای عزت امت اسلام حضرت عمر رضی الله عنه را سبب قرار بده که الحمدلله چنین شده. و در حدیث آمده وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه ایمان میآورند، داستانی بسیار طولانی است، من فقط مختصر مفید چند عرایضی شکسته براتون عرض میکنم. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی ایمان آوردند و در جلوی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کلمه شهادتین را یعنی به زبان آوردند، اینجا بود که نبی خدا سلام بر سینه او 3 دفعه ضربه زده و 3 دفعه دعا کردن اللهم یا ربی الله اخرج ما فی صدره من غل، یا ربی الله در دل حضرت عمر، در قلب حضرت عمر اگر کینه‌ای هست، حسادتی هست، بقایی هست، کدام درد بلایی در قلب او وجود دارد، یا ربی الله از قلب او این ناپاکی ها را پاک بکن و ابدله ایمانا، یا ربی الله به جای اون ایمان را جایگزین بگردان. و نبی خدا سلام با زدن 3 ضربه به سینه
حضرت عمر رضی الله عنه 3 بار این دعا را کردن و همونطور که به نسبت ایمان آوردن حضرت عمر رضی الله عنه دعای نبی خدا صلی الله علیه و مقبول قرار گرفتند و ایشان یعنی باعث عزت امت اسلام شدن، این دعاها هم 100% در حق ایشان قبول شده و سینه حضرت عمر رضی الله عنه به دعای نبی خدا صلی الله علیه و از هر کینه، کدورت، حسادت پاک بوده و به جای این گونه موارد که در قلب دیگر اشخاص یافته میشه، الله متعال به دعای نبی علیه السلام سینه او را از ایمان یعنی لبریز فرمودند. و در حدیث دیگر آمده که نبی خدا صلی الله علیه و بشارت دادن که لما اسلم عمر رضی الله عنه، وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شدن، میفرمایند که جبرئیل علیه السلام پیش من آمدن و جبرئیل علیه السلام به نبی خدا خبر دادن که قد استبشر اهل السماء باسلام عمر رضی الله عنه، که بله یا نبی خدا، اهل زمین که خوشحالن، اهل مکه خوشحالن، اما اهل آسمان هم یعنی به ایمان آوردن فاروق اعظم رضی الله عنه اینطور خوشحال شدن. حضرت جبرئیل علیه السلام آمدن و این خبر را دادن. و ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند که ما قبل از ایمان آوردن حضرت عمر رضی الله عنه طاقت این را نداشتیم که در مکه مکرمه علی الاعلام بخواهیم که دعوتی بدیم یا نماز بخوانیم، و به صراحت فرمودن والله ما استطعنا. ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید ما قسم به خدا ما نمیتوانستیم ان نصلی عند الکعبه ظاهره، که ما در کنار کعبه مکرمه آشکار بتونیم نماز بخوانیم، با خدا قسم ما نمیتوانستیم نماز بخونیم حتی اسلم عمر رضی الله عنه، تا که حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شدن. و بعد از مسلمان شدن، چون که قبلا شجاعت خودشون را، بهادری خودشون را، قوت خودشون را، نیروی خودشون را علیه امت اسلام داشتن صرف میکردن، حالا که متوجه حق شدن آمدن در هم میدان مکه مکرمه در صحن مسجد الحرام ایمان خودشون را اعلام کردن. و اینجا بود که تمام کفار و مشرکین ریختن بر سر حضرت عمر رضی الله عنه. در روایت آمده که تا وسط ظهر، از صبح که دعوا شروع شده بود تا وسط ظهر حضرت عمر رضی الله عنه همینطور با امینا یک تنها درگیر بودن، تا که در روایت آمده که یعنی خورشید آمده بالای سر. تا در این زمان حضرت عمر رضی الله عنه خیلی خسته شدن، آنها هم خسته شدن، نشستن در کناری. اینجا بود که عاص بن وائل پدر حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه میان جیگری میکنن و میگن که خب چی شده، چه خبر؟ میگن که بله ما تريدون من هذا الرجل، میگن شما با این مرد چه کار دادین؟ چرا با این در افتادین؟ چرا با عمر در افتادین؟ مشرکان جواب میدن لا والله الا انه صبح، میگن قسم به خدا ما با اون کاری نداریم که این بیدین شده. بعد اینجا عاص بن وائل با این که خودش هم بیدینی بوده، منتها انسان منصفی بوده، بعد اینجا میگن که خب فنعم الرجل، انسان خوبی هست، اختار نفسی دینا، برای خودش دین رو انتخاب کرده، شما را با این چه کار؟ این از قوم بنی عدی هست. آیا قوم بنی عدی راضی به این هست که شما اینجا بکشید؟ هرگز چنین نیست. لذا اینجا بود که یعنی اونا هم دیگر را رها کردن، ولی بعد حضرت عمر رضی الله عنه اعلام کردند یا اعداء الله، ای دشمنان خدا، در همون صحن مکه در آخر همین درگیری اونا انبوهی بودن، جمعی بودن. حضرت عمر رضی الله عنه تنها بودن، فرمودند که یا اعداء الله، ای دشمنان خدا، والله لو قد بلغنا ب300، قسم به الله اگر ما به 300 نفر که برسیم شما را از همین مکه ما بیرون خواهیم کرد. که نهایتا هم الحمدلله بیرون هم کرد. و ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند که در فراست 3 نفر در انسانیت بسیار سهمی بسیار عالی داشتن. فراست همین را میگن که انسانی انسان دیگر را ببینه، از چهره او، از رفتار و برخورد او، یعنی به جایگاه خاص او به نسبت دیگر انسان ها پی ببره. اینه میگن فراست. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه میگن که با فراست ترین انسان ها 3 شخص بودن که 2 تا مرد و 1 زن. اولی همون عزیز مصر، وقتی که حضرت یوسف علیه السلام آوردن در مصر به عنوان غلام فروختن، اینجا بود که وقتی حضرت یوسف علیه السلام دیدن، اینجا به فراست دریافتن که این یک نوزاد یا کودک یا نونهال یعنی عادی نیست، شخصیت که در آینده او صاحب مقام و جاه و
یعنی جایگاه والی خواهد شد. لذا به زنش فرموده که اکرمی مثواه، که او را یعنی اکرام بکنین که این جایگاه بسیار در آینده یعنی به فراست دریافته بودن. شخص دوم که فراست خاصی داشتن دختر حضرت شعیب علیه السلام، که وقتی حضرت موسی علیه السلام را میبینن ادب او را، احترام او را، حیا او را، میان در نزد پدر میگن که یا ابا استاجره، یا رب، میگن که پدر من این شخصی که اینطور هست اسمش موسی هست این شما به کرایه بگیرین که این انسان بسیار امانتداری هست و نهایتاً پیامبر خدا شده. و نفر سوم که در فراست در مابین انسان بسیار یعنی به عنوان نمونه از طرف ابن مسعود رضی الله عنه معرفی شده حضرت ابوبکر رضی الله عنه بودن که حضرت عمر رضی الله عنه را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین کرد. و فتوحاتی که در زمان فاروق اعظم رضی الله عنه بوده شده در زمان هیچ کدوم از خلفان نبوده. همین ایران ما، همین دمشق، سوریه، شام، بیت المقدس، همین تمام این کشورها در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به تصرف امت اسلام در آمده و ما ایرانی ها هم بدون از اکراه اجبار دین اسلام را با آن اخلاقی که از یاران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دیده بودند گذشتگان ما به راحتی اسلام را قبول کردند. از جمله ترکمن ها که در کتاب القاموس المحیط اونجا فرمودن که نوشته شده که ما ترکمن ها از ترکا هستیم. این ترکمان، ترک ایمان در کتاب القاموس المحیط نسبت همین مطلب آوردن که بله گروهی از ترک ها بدون از جنگ خونریزی 20,000 نفر ایمان آوردن و صحابه اسم آنها را ترک ایمان گذاشتن که به مرور زمان به ترکمان و حالا که به ما میگن ترکمن. همین و همین است که در آخرهای عمر خویش روزی خوابی را دیدن حضرت عمر رضی الله عنه که و این خواب را در منبر هم اعلان نمودن که بله من در خواب دیدم که خروسی بر من 3 دفعه ضربه زدن. خودشون تعبیر کرده بودن که شخصی عجمی غیر عرب به من سوء قصد خواهد کرد و اینجا بود که 6 نفر را اسم بردن: حضرت عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن وقاص. فرمودن که حالا که من در مابین شما هستم از مابین این 6 نفر یکی را به عنوان خلیفه انتخاب میکنیم. و این بود که آنها به مشوره میشینن و اون مراتبی که برای یعنی اتخاذ خلیفه ثالث باید به کار ببرن به کار میگیرن که نهایتا در همون جمع به خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه رأی داده میشه. و تعداد حج هایی که حج مکه مکرمه، مدینه منوره، حضرت عمر رضی الله عنه بعد از نبی خدا صلی الله علیه و سلم 10 دفعه حج کرده بودند. یکی در زمان خلافت صدیق رضی الله عنه و دیگری یعنی 9 تای دیگر را در خلافت خودشون در حج آخر بودن که وقتی که از منا برمیگشتن حضرت عمر رضی الله عنه در جایی به نام بطحا شتر خود را میخوابانند، سایبانی برای خود درست کرده، دستها را به طرف آسمان که قبله دعا هست بلند کرده دعا میکنن که اللهم کبر سنی، یا ربی الله سن من، یعنی من پیرمرد شدم، سن من زیاد شده و ضعف قوتی، قوت من هم ضعیف شده و انتشر رعیتی و اینطور رعیت من اینقدر زیاد شدن، یا ربی الله پس مرا به سوی خود فرا بخوان، مرگ با عزت برای من نصیب بکن که در آن من یعنی زیاد روی نکرده باشم و حق کسی را هم ضایع نکرده باشم. بعد برای مردم سخنرانی کردن و مردم را به نسبت یعنی انجام بر اعمال شریعت تحریض کردن، تشویق کردن و آنها را از این ترساندن که مبادا از راه شریعت به چپ و راست بزنن و شریعت را پایمال بکنن تا که به مدینه منوره تشریف میارن که اینجا هست که همون ابو لؤلؤ مجوسی یا نصرانی که اسمش فیروز هست، غلام مغیرة بن شعبه بوده، شخصی بوده که سنگ آسیاب درست میکرده و
هر روزی مغیرة بن شعبه به او گفته بود که هر روز شما لازمه که بر من 4 درهم بیاری تحویل بدی و هر کاری خاصی بکنی، کار دیگه میخوای بکنی کار خودت، منتها شما غلام من لازمه که هر روز به من 4 درهم بدهی. اینجا بود که ابو لؤلؤ مجوسی نصرانی به نسبت همین یعنی حق سید خودش که در هر روز 4 درهم بوده این را زیاد دانسته، میان پیش حضرت عمر رضی الله عنه و میگن که یا امیر المؤمنین ان المغیرة قد اکثر علیه فکلمه. یا امیر المؤمنین مغیره از من حق زیادی میخواد، شما اگر با او حرفی بزنید که حق روزمره خودش را از من کمتر بکنه. حضرت عمر رضی الله عنه او را به تقوای الهی سفارش کردن و گفتن که به مولای خودت خوبی بکن و نیت حضرت عمر رضی الله عنه این بود که بره با مغیرة بن شعبه به نسبت این موضوع با او صحبت بکنه. اما متاسفانه شیطان در جلد ابو لؤلؤ مجوسی که قبلا هم بیدینی بوده بیشتر نفوذ کرده، او را بر یعنی کینه و عداوت علیه حضرت عمر رضی الله عنه وامی داره و اینجا با خودش میگه که بله یسع الناس کلهم، میگه که عدالت حضرت عمر همه مردم را در بر گرفته الا من. و اینجا پناه بر خدا قصد یعنی نیت کشتن فاروق اعظم رضی الله عنه را کرده، چاقوی 2 سره درست میکنن بسیار تیز و اون را قشنگ تیز کرده، سم‌آلود کرده، در نماز صبح یعنی آمدن در صف مسلمین قرار گرفته. حضرت عمر رضی الله عنه چنین عادت داشتن که اول صفها را درست میکردن، بعد که اقامه گفته میشد در آخر تکبیر را میگفتن. در این حین خودش را جلو برده تا که به صف اول درست در پشت حضرت عمر رضی الله عنه قرار گرفته و بعد از اینکه حضرت عمر رضی الله عنه برای نماز صبح تکبیر را گفتن، همان فاتحه را شروع کردن، همان پناه بر خدا با همون چاقوی سمی 2 سره بسیار تیز به حضرت عمر رضی الله عنه حمله میکنن و از کتف و از پشت کمر و از 3 ناحیه در کل حضرت عمر رضی الله عنه را به سختی یعنی مجروح میکنن، زخمی میکنن. اینجا بود که صحابه رضی الله عنهم هم بر ابو لؤلؤ مجوسی نصرانی هجوم میبرن و این شخص ملعون با همون چاقوی خودش 13 نفر دیگر را هم زخمی میکنه که 6 نفر از آنها از دنیا میرن، 7 نفر نجات پیدا میکنن و نهایتا او را هم میگیرن و کلا نماز از هم میپاشه، نماز کلا از هم میپاشه تا که حضرت عمر رضی الله عنه را بلند میکنن میبرن جای دیگر، میبینن که آفتاب داره طلوع میکنه. اینجا بود که حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ندا میکنه که یا ایها الناس الصلاة، مردم بیایید وقت نمازه، چون وقت بسیار کم بوده. اینجا بود که حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سوره های بسیار کوچیکی را خوانده و نماز تمام میکنه. بعد از اون که نماز تمام میشه مردم تشریف میاره به حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه نوشیدنی خواستن، نبیذ تمر یعنی شربت و خرمایی برای ایشان آورده میشه، میخوره تا ببینه که چقدر جراحت های داخلی اثر گذاشته. وقتی که نبیذ تمر همون شربت خرما را خوردن همان و از داخل شکم بیرون آمدن، همان معلوم نبود که آنچه که از شکم داره بیرون میاد خون هست یا نبیذ تمره، چون اون هم رنگی داره، برای خودش خون هم رنگی داره، ندانستن کدام. بعد حضرت عمر رضی الله عنه شیر خواستن و شیر را خوردن، همان چنان پارگی در روده ها و شکم به وجود آمده بود که همینطور یعنی شیر از یک طرف خوردن و از اون طرف بیرون شدن همزمان پناه بر الله متعال جاری بود. و اینجا مردم حضرت عمر رضی الله عنه را دلداری میدن که لا بأس علیک یا امیر المؤمنین، چیزی نیست، طوری نشده. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودن که این کان القتل بأسا فقط قتلت، فرمودن که اگر مردن کشته شدن سخت هست پس دیگه من کشته شدم. آن روز چهارشنبه 23 ذوالحجه سال 23 هجری قمری بود و بعد از این که حضرت عمر رضی الله عنه در محراب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حین نماز اینطور زخمی میشن، 3 روز بعد از آن هم زنده بودن. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه
اینجا خودشون روایت میکنن که من نزد فاروق اعظم رضی الله عنه آمدم و بعد از نشستن در کنار حضرت عمر رضی الله عنه یا در حین دخول به منزل ایشان میگه بشارت دادن که ابشر بالجنة یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین ای عمر خطاب، شما را من یعنی خوش باش بشارت میدم به جنت. چرا؟ چون که اسلمت حین کفر الناس، شما مسلمان شدید زمانی که مردم کفر کردن. و جاهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حین خذله الناس، و وقتی که مردم محمد صلی الله علیه وسلم تنها گذاشتن شما در مقابل دشمنان اینطور مجاهدت کردید. و قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم اینطور از دنیا رفتن، دنیا را ترک کردن. و هو عنک راض، حال اینکه پیامبرمان از شما راضی بود. ولم یختلف فی خلافتک اثنان، و در خلافت توی عمر، توی امیر المؤمنین حتی دو نفر هم با هم اختلاف نکردن. و قتلت شهیدا، امروز میبینم که شما به حالت شهید به درجه شهدا رسیده به در از دنیا میاد. حضرت عمر رضی الله عنه از این گفتار روحیه‌ای گرفتن و به ابن عباس رضی الله عنه فرمودن که همین جملات این گفتی دوباره بگو. ایشان دوباره جملات میگه من خدمت فاروق اعظم رضی الله عنه عرض کردم. تا نهایتا حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که والله الذی لا اله غیره، قسم بر اللهی که غیر از او معبودی وجود نداره. لو ان لی ما علی الارض من صفراء و بیضاء، اگر کل مال دنیا بر دست من باشه و من آن را از یعنی سختی میدان قیامت برای حساب کتاب بتونم فدیه بدم و خودم را آزاد بکنم، حتما آزاد خواهم کرد. و اینجا بود که حضرت عمر رضی الله عنه فرزند خودشون حضرت عبدالله را به سراغ حضرت عایشه رضی الله عنها فرستادن که برو به حضرت عایشه رضی الله عنها، به حضرت عایشه رضی الله عنها، به امهات المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها سلام من را برسان و به ایشان بگو که عمر تقاضا داره که در کنار دو یار خودش نبی خدا و صدیق دفن بشه. اگر برای تو زحمتی نیست، چون که قبر نبی خدا خانه حضرت عایشه رضی الله عنها بود، اگر برای تو شما زحمتی نیست، مکان شما را من تنگ نمی کنم، پس من از شما تقاضا دارم که اجازه بدهید من در کنار دو یار خود دفن بشم. و اگر نه، اگر واقعا برای شما سختی میاره، مکان برای شما تنگ میشه، مشکلی برای شما پیش خواهد آمد، پس من در همین جنت البقیع نزد اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم و دیگر ازواج مطهرات منجا دفن میشم، اشخاصی که آنها از عمر بهتر هستند. میگه برو به حضرت عایشه رضی الله عنها همین را بگو. حضرت عبدالله رضی الله عنه میان خدمت حضرت عایشه رضی الله عنها و همین پیام امیر المؤمنین رضی الله عنه را حضرت عایشه رساندن. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتن هیچ مشکلی نداره، من راضی هستم به همراه دو یارش مثلا ایشون را چکار بکنم؟ دفن نکنم. و بعد از 63 سال عمر و به عنوان خلیفه 10 سال و 15 ماه و 29 روز از دنیا رفتن و حضرت صهیب رضی الله عنه به سفارش خود فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی الله عنه نماز جنازه را امامت بر حضرت صهیب رضی الله عنه بوده و اینطور در 26 ذوالحجه سال 23 هجری قمری مصادف با سال 644 میلادی حضرت عمر رضی الله عنه از دنیا رفتن. لذا دوستان اینه که جایگاه امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه در امت اسلام بسیار بالاست. 4 خلیفه در امت اسلام بنابر همون درجاتی که دارن، صدیق و فاروق و ذوالنورین و کرم الله وجهه، هر کدوم جایگاه خاص خودشون را دارن، خصوصیت های خاص خودشون را دارن، فضائل خاص خودشون را دارن که فضیلتی که در این یکی است در آن یکی دیگر نیست، فضیلتی که در آن یکی دیگر است در یکی دیگر نیست. هر 4 نفر 4 یار نبی، بله احترام اونها بر ما واجب هست. ایمان ما، قرآن ما، شریعت ما را الله متعال همین گونه اشخاص را سبب قرار داده که به دست ما برسه. لذا اینه که قدردان این گونه اشخاص باشیم، زندگی این گونه اشخاص را مطالعه بکنیم و همینطور لازمه که
به نسبت مسائلی که در بین هست اطلاعات کافی از منبعهای صحیح همینطور باید به دست بیاریم که به نسبت این مطالب سرگردان در فضای مجازی که هستن زیادن با خواندن کدام مطلب به نسبت قرآن و سنت و اصحاب و دیگر اشخاصی که در امت اسلام به عنوان پایه و مورد قبول امت اسلام هستند ما در تزلزل و شک و شبهات قرار نگیریم. انشاءالله هفته بعد شاید که این هفته بشه به نسبت این موضوع انشاءالله صحبت را آغاز خواهم کرد که آیا پناه بر خداوند متعال آیا اهل سنت ممکن هست آیا یک دفعه چنین کردن که در مقابل احادیث محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قول حضرت عمر رضی الله عنه را قبول کرده باشند که این خیال است و محال است و جنون. البته این واقعیت را هر لوله کشی متاسفانه متوجه نیست و اگر متوجه هم هست کارشون شده متاسفانه قطع برید مطالب و بیخبر به اهل سنت زنگ زدن و عرض حضور شما که قطع برید همون تماسهای تلفنی و اینطور با 2 تا 4 تا کردن، یعنی یک نتیجه گیری بسیار غلط را به جامعه نشر کرده. در فردای قیامت سوال جواب داره و چنین کارهای یعنی گرفت آن نحوست آن در دنیا و آخرت حتما خواهد بود، بلکه توبه خالصانه الله تعالی نصیب این بود اشخاص بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.